وزارت معارف و علم تاجیکستان یک خواننده لیسه‌ای هاتم پیوه را که روز 13 می در مراسم تقدیم جایزه‌های المپیاد از فن متماتیک حاضر نشد، از شرکت در المپیادهای من بعد محروم می‌کند. این تصمیم وزارت بعد آن گرفته شد که یک خواننده این لیسه در المپیاد فن متماتیک سزاوار جای دوم و مدال نقره شده، اما در مراسم تقدیم جایزه ها شرکت نکرده است. المپیاد جمهوری از فن متماتیک روز 13 می با حضور نوریدین سعید وزیر معارف تاجیکستان در مکتب بین‌المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه جمع بست و جایزه ها به برندگان این آزمون تقدیم شده است. چند از حاضران این مراسم به رادیو آزادی گفتند از آنکه که خواننده لیسه هاتم پیوه در مراسم جایزه سپاری شرکت نداشت، مقامات وزارت ناراحت شده مسئله تا 5 سال محروم ساختن این لیسه از حق شرکت در المپیادها را مطرح کردند. نوریدین سعید وزیر علم و معارف تاجیکستان روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا موضوع محروم کردن لیسه از حق اشتراک در المپیادها مطرح نیست، اما وزارت آماده است نسبت خوانندگانی که ناپسندی میکند چاره اندیشد. وی گفت دعوا شریعت مدال طلا میکنه یا مدال نقره میکنن. مدال وقتی جای سوم میگیرن اومدن مدالشون نمیگیرن، یعنی پسند نمیکنن. وقتی که جای سوم میگیرد یا که با پیشنهادی برای اشتراک فعال به اصطلاح افتخارنامه وزارت میتیان استاد و یا قبول کنند. این احترام به وزارت است، احترام به المپیاد است. نوریدین سعید افزود وزارت مأموریت لیسه هاتم پیوه را در نسبت به احترامی و ناپسندی شاگردانش آگاه کرده بود و آماده است در نسبت این رفتار شاگردانش چاره بیاندیشد. یکی خواننده که جا میگیرد و آماده مدالش نمیگیرد، ما تیار انتظار رو همین خواننده را برای اشتراک در المپیادهای نیمه‌بعد پیش رو گیری کنیم مثلا فعالیتش. نوریدین سعید افزود در تجربه ورزش بین‌المللی نیز اگر ورزشکار جای دوم و سوم را صاحب شود اما رقیبانش را احترام نکرده تالار را ترک کند و در مراسم جایزه سپاری شرکت نورزد، او را از سبقت‌های من بعد محروم می‌کنند. نوریدین سعید گفت وزارت از سطح دانش خوانندگان لیسه هاتم پیوه رضا است، اما از مسئولانش می‌خواهد به تربیت و اخلاق خوانندگانش اهمیت بدهد. در همین حال مسئولان لیسه هاتم پیوه میگویند خواننده لیسه نقصدند بلکه با امر چند تصادف نتوانست در مراسم جایزه سپاری شرکت کند. یوسف هاتموف رهبر لیسه هاتم پیوه در صحبت با رادیو آزادی گفت در المپیاد فن متماتیک 3 نفر از شاگردان لیسه صاحب جایهای اول و دوم شده بودند. او گفت بچه ما در حقیقت از متماتیک یک نفرش هم بگو از بعد المپیاد اومدن در نزد بینوی خونهشون میگه پشت کنترلر میخواد، بعد بلوی سیانو بارون میخیزه در نیت رفتن میکنه، پاسپورت چه نمیوه. خیلی بعد میگه نفر هم برای بعد همونجا پیش از شده پیش از جنبه شوی کمیته تدارکات آگاه میکنن که در یک نفر نیامده به همین سبب. برندگان جایهای اول المپیادهای فنی در تاجیکستان حق توسط صحبت شامل شدن به دانشگاه‌ها را پیدا می‌کنند. برندگان جایهای دوم و سوم نیز هنگام امتحان داخلشوی خالی علاوگی می‌گیرند. از این رو رقابت در سبقت‌ها تیز و تند سپری شده، گاه‌ها با بحث و کشمکش همراه است. لیسه خصوصی هاتم پیوه از سال 2003 در شهر دوشنبه فعالیت می‌کند و 10 شاگردانش در المپیادهای بین‌المللی سزاوار جایهای اول شدند. ختم کنندگان این لیسه در دانشگاه‌های بانفوذ جهان تحصیل می‌کنند و 1 نفر از شاگردانش به شرکت گوگل به کار پذیرفته شده است. عین حال در این مکتب 893 خواننده تحصیل می‌کند و قیمت تحصیل در آن از $1000 بالا است. از این رو اکثر والدان دارا و میان حال تلاش می‌کنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند.